اگه تو هم یه سنس خوب میخوای که انمیا رو اینطوری لیزر کنی و ریاکشن انمیا اینطوری باشه، تا آخر این ویدیو همراه من باش. بات نزن خودتو میدم. ببین این بات زدی آره چیت میزنی. سلام رفقا، چطورید؟ خیلی خوش اومدیم به این ویدیو. چه خبر؟ چیکار میکنید؟ امیدوارم حال دلتون عالی باشه. بچه امروز اومدیم با ویدیوی هادوسنس که میدونم خیلیاتون دنبال هادوسنس درستید برای موبایل ولی پیدا نمیکنید. این ویدیو یه ویدیوی خیلی بومه برای کسایی که هادوسنس درست نرن یا دارن ولی میخوان عوضش کنن. بالاخره 70% این گیم به هادوسنس شما بستگی داره. یه گوشه گیمینگ خریدی، نمیدونم با پول چقدر خریدی یا آیپد خریدی ولی نمیتونه قشنگ بازی کنی، نمیدونی چجوری این با خفن بازی کرد. البته بگم این ویدیو برای گوشی پلیراست، آیپد پلیر و برن سنس آیپد رو ببینن. خیلی فرق داره سنس گوشی آیپد مخصوصا هاد، چون هاد موبایل مثلا به روی آیپد بچینی یکم کوچیکه یا مثلا روی آیپد رو بچینی اصلا نیست دکمه‌هاش. بعضی این حرف منو متوجه نشدن. بذار بهتون بگم، مثلا تو ایم تو گذاشتی گوشه بالا تو آیپد، بعد هاد تو میای میذاری رو گوشی میبینی اون دکمه ایم نیست. به خاطر بزرگ بودن آیپد و کوچیک بودن گوشی خیلی فرق میکنه. برای همین میگن هاد آیپد رو روی گوشی نشینید. یا حالا سنس چون مثلا آیپدش خیلی گنده است میتونه سریع دستش اینور اونور کنه، ولی تو موبایلی بعد هاد موبایل رو بچینی. اینم از توضیحات 100% همتون فهمیدید چرا میگم هاد آیپد و اینا رو نشینید. ستونا اینجا رو یه نگاه بندازید. اولیش رو با کمی میس زدم ولی دومیش رو لیزر کردم. نفر آخرشون چون دمش بودن تونست منو به راحتی بزنه. کد هادوسنس یه گوشه یا ویدیو میاد که سری رد میشه و میره. پس بهتره به کل صفحه توجه کنید و به حرفایی که من بهتون میزنم برای اینکه بازیتون رو خیلی بهتر میکنه. هادی که داخل این ویدیو بهتون میدم میشه روی 3 حالت بازیش کرد. هاد مخصوص کسایی که 4 انگشتی پلی میدم ولی میشه روش 5 انگشتی 6 انگشتی هم پلی داد. مثلا خود من با هادش 5 انگشتی پلی میدم، بعضیا 6 دوست دارم بعضی هم 4. اگه مرغی رو بشناسید میدونید که اصلا یه باری بود دیگه 3 انگشتی روش پلی میده. هرچی هم بهش میگیم داش 3 انگشتی بس دیگه، کسی 3 انگشتی پلی نمیده. برو سمت 4 5 فقط میگه باشه داش من بازیمو قوی میکنم. همین فردا میرم هاد جدید میشینم 5 انگشتی پلی میدم. بعد فردا میبینی میگی چی شد داشی 3 انگشتی که هنوز میگه نه داش امرو نه فردا شروع میکنم. از این بس دورشیم بریم سراغ این که هادوسنس رو بهتون بگم چجوری باید باش پلی بدید. بعد از اینکه هادوسنس رو چیندید یه ساعت باش پلی ندید، برید چند رو پلی بدید، 1 هفته 2 هفته. یکی اومده با هاده 1 ساعت پلی داده و میگه اصلا این هاد به درد من نمیخوره، حاجی هاده خیلی بده. فکر کردی چی داداش باید 1 هفته با هاده پلی بدی تا بفهمی اصلا هاده به دردت میخوره یا نه. البته این هادی که من براتون میذارم واقعا خیلی ساده است. هاده اینطوری که داخل یه روزم میتونید بهش عادت کنید. یه چیزی هم درباره ویدیو هادوسنس قبلی بهتون بگم. هادوسنس رو گذاشته بودم سنس رو برداشتید ولی این سیزن سنس نمیدونم خراب شده نمیشه ازش استفاده کرد. هادش هم مثلا همون ویدیو خراب بود، هاد رو میزدی همون هاد اول بازی رو براتون می آورد. برای همین یه ویدیو ساختم و هادوسنس یه خورده تغییر دادم، مخصوصا سنس که شما بتونید انمیا رو خیلی راحت تر لیزر کنید. این سیزن واقعا کال آف دیوتی گند زده به گیم. آخه این چه وضعش اکتیویژن. سنس هم سیزن قبل اصلا عالی بود، این سیزن اومد ریخت توش ولی باعث شد که من یه سنس جدید بسازم که خیلی بهتره سنس قبلیه. درسته این باعث شد من سنس جدید بسازم ولی هر سیزن که نباید خراب کنه سنسا رو. یه کار بعد دیگه هم که کرده برای مولتی پلیرها که 100% یکی بدترین یا گوهترین اتفاقات بوده، اومده موومنت های گان رو عوض کرده مثل کیلو 141 HDR یوزی، مخصوصا کیلو 141 هم از نظر ایم خرابش کرده هم از نظر صدا. ولی واقعا هر تیری که باش میزنی صدا دبه میده. سودش واقعا خراب کرده. متیکش درست خراب کرده ولی خوب میشه با متیکش پلی داد. سودش واقعا ریده تو سودش. اینجا این دهاشم اومد با اچ اس منو بزنه ولی من با ویوای وان شاتش کردم. چرا؟ چون سنس اوکی دارم. دراپا بی‌نهایت بود، داشتن اینجا رو پر دراپ میکردن ولی من همه انمی‌ها اینجا رو سرخاری کردم. خب بیاید درباره این سنس یه خورده براتون توضیح بدم. سنس یه خورده سریعه که خیلی خوبه این سری بودنش. عادت کنید واقعا انمی‌ها رو جرواجر میکنید. از لحاظ اسنایپر بودن نمیدونم اسنایپر بودن درسته یا حالا اسنایپر زدن یه خورده این سنس خرابه رو اسنایپ. از نظر من اینطوریه ولی شاید برای شما اوکی باشه چون من میبینید اسنایپ کم میزنم، زیاد چیز نگاهی نکردم بهش. سنس شاتگانش واقعا عالیه برای موبایل پلیرها. اونجا بهتون گفتم که سنس رو فست چیندم، فست به معنای سریعه، برای همین چیندم که شاتگان راحت تر بتونید بزنید. چه حالا موون بزنید جلوی کسی که با گان داره شما رو میزنه تا حالا هر جوری که میخواید وان شاتش کنید. بعد اگه بتونید با سنس خوب پلی بدید میستون به شدت کم میشه. من نمیگم میس نمیدم، خیلی میس میدم منم، ولی خوب بعضی وقتا میس میدم که استرس دارم.
ولی 2-3 تا میسی که میخواید بدید برای اینکه انمی رو بزنید عادیه، ولی سعی کنید اونا هم ندید. بچه واقعا برای این ویدیو خیلی زحمت کشیدم برای اینکه برم سنس اوکی هر گانی رو پیدا کنم، ویدیو رو ادیت بزنم و این چیزایی که خودتون میدونید. خیلی زحمت کشیدم، چندین ساعت وقت منو برده و شما هم برای اینکه به من انرژی بدید برای ویدیوی بعدی میتونید با لایک و ساب کردنتون از من حمایت کنید. یه لحظه اون لایک رو بزن، دوباره بیا تو ویدیو. دم کسایی که این ویدیو رو لایک کردن گرم، عشقای منن، داداشیام من. دم کسایی که لایک نکردن هم گرم، بازم تا اینجای ویدیو دیدم، واقعا حمایت خیلی بزرگه به من. راستی من این حرفو داخل هر ویدیویی میزنم، حالا اینجا هم دوباره بهتون میگم اگه دوست دارید بیاید داخل کاستومای داشتم که همین الان داخل کاستومای خودمونیم، داخل دیسکریپشن همین ویدیو براتون یه لینک گذاشتم که بزنید روی اون لینک میاد داخل چنل تلگرام. اگه جوین شید که خیلی دمتون گرمه، بازم به خودتون بستگی داره. اگه دوست داشتید حتما بیاید. یه پوینت مثبتم برای کسایی که دیوایس ضعیف دارن، میخوام چیز کنم این به بعد کاستوما رو کلا 28 نفره 32 نفره استارت کنم که همون کسایی که دیوایس ضعیفی دارن گوشیشون لگ نگیره، بتونن درست انیمیا رو بزنن. هم منم یه ویدیو در بیارم و گوشیم کمتر لگ بگیره داخل رکورد، چون واقعا یه مچ 100 نفره، حالا 100 نفره نه 52 نفره رو ریکورد میگیری گوشیت به فنا میره. اینجا داشتم پرکا رو اوکی میکردم، یه نفر اومد همش دستم میزد اون که مثلا اون بره نمیره. آخرش انمی انقدر خدا رو شکر پلیر قوی بود، قدر بود، خودش کیلو داد به من. اینجا رو نگاه کنید، نمیدونم چجوری با این اتشمن من همه رو وان شات میکنم. اینجا 2 شات زدم بهش، اینم وان شات. فقط ریاکشن یارمو ببینید. شما رو بگیر بچه این اتچمنتی که من دارم باش همه رو وان شات میکنم، داخل ویدیو قبلیم گذاشتم بهتون. این اتچمنت HSN سیزن برید ببینید، واقعا اتچمنت بومبه دیگه. الان خودتون دارید میبینید چجوری دارم همه رو باش وان شات میکنم. بغل این سنسه این اتچمنت هم بچینید عالی میشه. حواستون باشه الان کد سنس رو براتون میذارم، حتما اسکرین شات بگیرید، به درتون میخوره. قول میدم بهتون با این هادو سنس، میگم با این سنس عالی میشه بازیتون. یه خورده جلوترم کد هادو براتون میذارم. حالا چرا من انقدر دارم سریع میذارم کد هادو میره؟ به خاطر اینکه بعضی ویدیو رو تا آخر نگاه نمیکنن تا بفهمن چجوریه کلا این سنس، سریع میزنن جلو و منم با سرعت این کد سنس رو میذارم و وام میدارم. راستی تشکر میکنم از کسایی که ویدیو رو تا آخر نگاه میکنن، ویدیوهای منو اصلا نگاه میکنن. برای همین هر هفته میخوام یه ویدیو بلند یا همون یه ویدیو لانگ براتون بذارم. سریع اسکرین شات ها رو بگیرید، الان کد هادم براتون میاد، بزنید بر بدن بشید کارگردان. خب بچه دوباره میگم لایک کردن شما خیلی حمایت بزرگی هم من تا اینجای ویدیو دیدید. ویدیو رو هم لایک کنید عالی میشه و یه انرژی هم برای منه که براتون ویدیوی خفن بذارم. دمتون گرم تا اینجای ویدیو همراه من بودید. تا یه ویدیو دیگر فعلا.